everyone، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امروز اومدیم با هم دیگه شکلات دبی معروف رو درست کنیم. همونطور که میدونین یه تایم خیلی زیادی شکلات دبی ترند شده بود، اما من هیچ وقت تایمش رو نداشتم که خودم درستش کنم و تستش کنم و یا حتی جای دیگه برم تست کنم. اما بالاخره امروز اومدیم با هم دیگه درستش کنیم و تستش کنیم ببینیم چطوره. نمیشه که بد باشه، شکلات مغزداره، تازه خودت درستش میکنی، دقت بیشتری به خرج میدی که چیزای خوشمزه توش استفاده کنی. چطور میخواد بد باشه؟ اوکی گایز، درست کردن این شکلات خیلی راحته. اول از همه شما نیاز به شکلات تخته‌ای دارین که هم میتونید از قنادی هم از سوپرمارکت تهیه‌اش کنین و بعد به روش بنماری ذوبش کنین. دومین مورد مهمی که بهش نیاز دارین رشته‌هایی که داخلش استفاده میکنن. اگر دیده باشین رشته نازکیه که برای باقلوا و اینجور داستانا استفاده میشه، برای دسر و شیرینی‌ها خلاصه این رشته استفاده میشه. مورد بعدی که نیاز دارین که باید با این رشته ها مخلوطش کنیم و در واقع مغز شکلاتمون رو درست کنیم، میتونین از کره پسته استفاده کنین، همونطور که من امروز میخوام از کره پسته و حتی از پسته های خرد شده استفاده کنم و این میشه از مغز شکلاتمون. به ترتیب توی قالب میریزیمشون، میذاریم که خودشو بگیره توی یخچال. یه شکلات مغزدار فوق العاده خوشمزه درست میشه و من امروز میخوام توی این قالبای کوچولوی خوشگل درستشون کنم. همینقدر کم تست کنیم فقط. اوکی، اول از همه من شکلات تخته‌ایامو میذارم تا خودشون ذوب بشن و تو اون تایمی که اینا ذوب میشن و آماده میشن برای ادامه این مراحل، میریم با هم دیگه مغز شکلاتمون رو درست کنیم که با رشته و کره پسته و خود پسته درست میشه. اوکی، شکلاتای ما آماده شد. البته یکم نامنظم شده اینجا، یه تیکای کوچولوشون این گوشه خراب شد، اما خوشگل شدن. حالا بریم تستش کنیم. تست مهمتر از ظاهر فعلا. کوچولوشو من میگیرم تست کنم. خیلی خوشمزه است. واقعا خوشمزه بود. یکی دیگه هم میخوریم. بعد پسته‌ای که داخلش ریختم خیلی تاثیرگذار میشه. من خودم شکلاتایی که توش مغز چاد هستن رو خودم خیلی دوست دارم. این پسته‌ای که ریختم توش واقعا خوشمزه ترش کرد. این الان با یه چای دبش میچسبید. واقعا بالاخره شکلات دبی معروف رو ما هم تست کردیم. واقعا خوشمزه شد. حتما برای خودتون درست میکنین، داخلش از مغزجات استفاده کنین، حالا پسته، فندق. به نظرم میوه هم توش خوشمزه میشه. البته خب شکلاتای مختلفه دیگه، این شکلات دبیه نمیشه، این همینه. شکلاتای دیگه که میخواین درست کنین داخلش میوه و اینا استفاده بشه، من شخصا خیلی دوست دارم. کی میدونه شاید اونا رو امتحان کردیم. یه تست عالی دیگه با هم دیگه انجام دادیم. حتما بر خودتون درستش کنین و نظراتتون رو برام کامنت کنین. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، بای.